شاگرد من در پانتون آمده میگه استاد شما دیروز درس دادین بر ما که این کسایی که چی میکنن فال میبینن این ادعای علم غیب میکنه این کافر میشه و مشرک میشه. خب درست است. میگه دیروز من رفتم در لب سرک شیشتیم که یک اندو شیشته یک نفر زن خدا که چند شیشته پیش روی اندو هم از روی کدام کتاب پشت از کتابش هم عکس بگوان است، عکس بت است. اندو معلوم است بت پرست است. این از روی کتاب بت پرستی بر از این فال میبینه که تو 4 تا اشتک پیدا میکنی، 3 تا قسم پیدا میکنی. این بچه بیچاره کمک عقیده رو یاد گرفته، رفته پتلون کاوبای در جانش، آستیناش هم قولوچ، مویایش هم ترینام. این صاحب رفته بر از این گفته که او برادر همین دیگه من هر قسم که است من خودم هم مقدر چیز نیستم که منتها اینمی اندو که است کافر است و تو از اینکه پیش از اینکه فال میبینی یا از علم غیب گپ میزنه، دعای علم غیب میکنه و تو خانم تا پیش از ایشاندی اگه بگه پایزی تایید کنی تو کافر به قرآن شدی. و حدیث دیروز استاد برای ما گفت که رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که اگر کس پیش یک فالبین میره و بازگه پایز رو تایید میکنه کافر شده به قرآن عظیم شان. حالا تو پیش از این فالبین پیش مسلمان فالبین کافر میشی. خود تیارم بیرقشون که لنگیشون معلوم است، لنگی اون دیگری سن معلوم است سکت میگه. سک برش گفت که او کاکا کمک خیز گفت لالای چی میگه؟ او برش میگه که آرام وهابی است. این بچه هم ادک سایب این وهابی شخص نداره ما احتمالا تا والا این تعریف شخص ما هم نفهمیدیم این تعریف وهابی رو ما تا والا نفهمیدیم. در اروپا که است وقتی که ما بحث کردیم اروپایی هایی که مثلا سیکولر هستن و میگه هر کسی که مسلمان است وهابی است. میگه این شما سعی کنید گپای زیاد گاند دفعه بشنوین. یک زن بود در آلمان باز همیشه میگفت یک روز میگفت همین استاد دایی که است این نوکر وهابی است. من که کسی یک چیز بگه من گپش خود دقیق میشم تو باشه این دلیل از چی است باشه این دلیلش بشم میشم این کدام عیبی ما داشته باشم اگر عیب داشته باشم خود اصلاح کنم. گفت این استاد دایی که است نوکر وهابی است دلیلش چی هست؟ شما میفهمین دوستای عزیز که وهابیا کیست؟ همین زن دیگه شروع کردن. وهابیا کسایی هستند که 14 قرن قبل از مکه و مدینه آمدن و پدرکلانهای ما و شما را غلام و برده خود ساختن. منظورش کی است؟ صحابه و تابعین و تابعین. بنابراین غربی ها کل کسایی که چی هستن مسلمان هستن از عصر صحابه پیغمبر صلی الله علیه و تا امروز پیش از او کل چی هستن؟ وهابی. خب از اروپا اگه بری ایرانی ها را پرسان کنی آخوندهایش که به نظر شما وهابی کی است؟ بازو آخوند ایرانی میگه که او برادرها شما مردمای ایرانی بسیار بیعقل هستین. وقتی که در ایران دروازه هر ایرانی را باز میکنی 2 تا طفلک، یکی 4 ساله یکی 6 ساله، اما در پهلوی این ایرانی خانه دیگری وهابی است که وقتی دروازه وهابی باز میشه 16 تا اولاد داره. کی وهابی میگه؟ کل اهل سنت پیش از اونا پیش آخوندهای از اونا کل اهل سنت چی است؟ وهابی هست.